چرا پدرم دیر کرد؟ حاضر می آید و در وقتش میومد. انا این ماشینی که باشد نمیدونه. خیلی پگاهی روز با میخوری البته با میخوری. بیلال ها چه خبر بیلال جان؟ تشکر اما سوار شو نزد پدرت میرویم. نه ماشین خودم هم می آید میدونم مادرت در خونه نبود و پدرت به من سپارش داد. تو هم مثل ما پلیس میشوی ها؟ اوه دیر میکنین. پدرت انتظار؟ پدرت سرداری ماست. مرا جمع میکند. سوار شو. این خیلی نمیشود. تسمه بی خطری را نبستی. بازی مکن رفتیم. خوب میرویم. در دهانت مپرتا. چند مراتب به تو گفتم. کی می رسیم امک جون؟ کم منجا نکن. طوفان با کودک کالا بیده. گوش کن بیلال. این جاها را پیشتر دیده بودی؟ نه ما بیلال نوش. هوا خیلی گرم شده است. تشکر چی ایستاده ای؟ بسنج. مرده است. خوب ورق را برار. خوب اکنون حق شیرینی خوری را داری. بیا می رویم. به تو گفته بودم که تا کار روی خود را تمام نکنی دارو نمیخوری. حلیمه یکی دو روزهای وزن گذرانده است. بسیار در غضب است. خود دیدی که در مرکز چیکار کرد. به جای من اگر دیگر کس می بود او را هرگز نمی بخشید. من او را می فهمم. بله رفیق سردار. از آن رو می خواهم که با او در یک تحقیقات با هم کار کنید. فکر می کنم که برای فراموش کردن بعضی حادثه ها این تغییرات برایش خوب می شود. راست میگوید. می خواهم که در این کار تو هم سهمت رو گذاری. البته موضوع تحقیقات چیست؟ کنه نفهمیدم رفیق سردار. کنه همونه که حاضر معمول است. یک نمودی بیماری گذرنده که به واسطه کنه میگذرد. فهمیدم رفیق سردار، لیکن چون امنیت در کدام سمت تحقیقات میگذرانیم؟
ببینید که با امنیت یگان ارتباط دارد یا نه. مرا ببخشید، نقطه اساسی هدف رو نفهمیده ایستادم. این حادثه چگونه میتواند با امنیت ارتباط داشته باشد؟ تا تحقیقات نکنیم چیزی رو نمیفهمیم. اطاعت رفیق سردار. با تو اجازه رخصت شما. حلیمه. لبه تیمور. سردارم میبخشید شما رو ناراحت کردن نبودم. میدانم که در این موضوع ها بسیار حساس هستید. از این خاطر میخوام با شما عرض کنم. مسئله چیست؟ فکر میکنم که جنایت هست. جنایت کودک؟ افسوس سردار. در کجایی؟ سلام رفیق سرکمیسر. در چی فکرید؟ توی حلیمه. چی واقعه رفیق سرکمیسر؟ در خصوص میم 2 فکر داشتم. فهمو. گویا که از بالای دسته کمک ابرهای سیاه میگذرند و آن هم خیلی پست. نه، پس نیست. یعنی چی خیل؟ در اتاق نظارتی نیست؟ حالا با پسش یگان خبری هست؟ بله، نجیب سردار برای گذراندن تحقیقات سفارش دادند. تحقیقات گفتی؟ بله، کنه ها رو میسنجیم. ای خدایا، تا با چی خیل کنه؟ چرا تحقیق پشه رو نمیگذرانیم؟ یا اینکه دیگر نمودی تحقیقات یافت نشد مگر؟ یا خدایا. رفیق سرکمیسر، چرا خودتون رو اینقدر تشویش میدهید؟ چون پریشان هستید که با فکرم شب دندونهایتان رو ساییده میخوابید. حلیمه، روانشناس شدی مگر؟ نه، استغفر الله. من شما رو که پریشان دیدم خودم هم پریشان میشوم. خیر، مرا ببخش. همه چیز بالای هم می آید. من خودم را بعضا شناخته نمیتوانم. میبرایم. با چی کاری کنم؟ لیکن اول شما رو به کلچه خان خودی دعوت میکنم. الله، خوب می شود. نهاری هم نکرده بودم. خوب می شود. رفتیم. سلام سردارم. در کجا؟ در این طرف. چند ساله؟ تخمین میکنیم که 7 ساله است. پروکورور هنوز نآمده است. از این خاطر جسد رو سردارم، شخصیت مقتول تا حال نامعلوم. گفتگو ادامه دارد. بلال او را میشناسید سردارم؟ حاضر من چی کنم؟ با حنیفی میگم که پسرت مرده است. تشکر. خوش آمدید. کلچه خان دارید؟ با آلوچه. هست؟ دو کلچه قندی آلوچگی پرسید؟ نباشد میپذیم.
ҳанифӣ хабари марги фарзандатро чӣ хел ба ту расонад? Чӣ хел? худоё, маро барои расонидани хабари марги нафаре имтиҳон макун. расондани марги хабари мендерез миёнамро хам кард. агар ин хабарро расонам, миёнам мешикад. худоё, дигар тоқате надорам. با کرسی بر سرش چنان زدم که از هوش رفت. آخر شما همسر کی هستید بومی رفا؟ янга, агар медонистед ки дар вақти ғазаб чӣ қаҳрамоние кардед. نجیب نقل نکرد مگر گویا چند مرد به سویمان حمله کرد. بینیم که یک دزدی بیچاره بوده است. он тарафаш ҳамоно, лекин дар ин давлат агар ягон мошини дигареро занад, ҳама ба по мехезанд. лекин ин задани шумо бошад, дунёро ба ларза овард. برای چی؟ اینها همشون یک خیل گپ میزنن. باور کنید چنان ترسیدم، چنان سخت ترسیدم که خدا نگه داشت وگرنه به ما ضرر میرسوند. درست. سلام رهنا جان. خوش آمدی رهنا. خوش آمدی رهنا. خوش باشی. خوش آمدید. همه جمع شد. تنها تیمور نمیرسد. خیر، کمی خودمان نشسته صحبت کنیم. رهنا چای می نوشی؟ چرا ننوشم مدیر اپا؟ کوچه قند بیارم. نه گرسنه نیستم. فهمو. چی خبر حلیما؟ چی گویم رهنا؟ برای تحقیقات میبرایم. نمیدانیم از کجا آغاز کنیم. بخیر است کدام موضوع؟ کنه. کنه؟ بله. یک نمود بیماری کانگو هست، از کنه میگذرد. همان. خوب، لیکن شما کجای کنه رو سنجش میگذرونید؟ آخر ما خودمان هم نمیدانیم. در سرخون از حشرات صحبت نکنید. دیگر سخن نیست. امروز درباره حشرات با متخصص ساحه حشرات صحبت دارم. اگر خواهید میتوانید اشتراک کنید. شاید فایده میبینید. حشرات؟ باز حشرات میگویم. دلتون به حضور نمیشه؟ رهنا، حشرات شناس گفتید؟ салом башо. салом. саркомиссар ҳанифӣ нест? алҳол саркомиссар ҳанифӣ нестанд. куҷост? шумо кӣ мебахшед? сардори амният наҷиб илмаз. мебахшед сардор, иҷозат гирифтааст, дар хона истироҳат дорад. бахер аст?
کی؟ янга ман наҷиб آکای نجیب. سرحد ما رو انتظار است. رفتیم. بسیار خوب خیر میرویم. رانا اگر ما هم رویم هیچ گپ نمی شود. هیچ گپ نه؟ پیش از بخوری تاکیدش میکنیم. واخوری؟ مصاحبه. янга بابای هرگز نمیگیرم. янга ҳама вақт ҳамин корад. агар нагирӣ дигар намеоем. охир мо ҳам мизоҷонем. آخر янга ҷиддӣ мегӯям. бигир. مایلش. خیر барори кору ризқи фаровон. خدا برکت ای بده. والله. خوش باشید. اوه کیروز بی باز ما رویم دو کن چی می شود؟ یک روز چی می شود؟ کمی دلخوشی میکنیم با کودکو. اپا با فکرم از متاجر نمی براید. برای تجارت نه یا برای راحتش اینجایی؟ ندونم. ҳамин хелгӯяҳанишӣ бале сардор дар ҳодисаҳои якуми май бо байрақи ғайриқонунӣ зада буданд. муҳим нест сардор. шумо чӣ хелед сардор? шунидам ки ба дигар шӯъба гузаштаед. бале шӯъбаи мадад шӯъбаи зудамал чаро мепурсӣ? фаҳмидам сардор. як чой фармоям? як ҷоя нӯшем? ойша? не ташаккур ҷонам наменӯшам. ба мо чой биёр. сардор чои камранг менӯшад. не ҷиддӣ мегӯям ташаккур наменӯшам. آخر من چای موندم. ташаккур вақт надорам. янга моро танҳо гузоред. чӣ гап шуд сардор? ба хайр аст? сардор намедонам чунин хабарро чӣ расонам. бошад аллоҳ раҳматаш кунад. иншоаллоҳ аллоҳ ӯро дар ҷаннаташ ҷой кардааст. сардор шумо чиё мегӯед? босабр бош. тақдири илоҳӣ. ба ӯ чӣ шуд? чӣ шуд? чӣ шуд? писарам 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 رانا تو با این پروفسور در مکتب صحبت نمی کردی؟ ها در مکتب لیکن بعد به خانه دعوت کرد. خونش در تپه کوه. این آدم خارجی نیست؟ بله. خانه مال خودش است؟ میفهمیم. مستر دمرزل آیم رانو. از شناسایی شدم خانم رانو. مرا چه گویم می شود؟ شما ترکی رو میدونید؟ خوب است. ترکی مقالم شد. برای مصاحبه می ندارم. با جان و دل. مرحمت با جان و دل. با شما مصاحبه کردن رو برای رفیقانم گفتم. آنها خواستن اشتراک کنند. شما ضد نیستید؟ چرا ضد باشم؟ تنها یک مصاحبه است که این هم در تلویزیون پخش می شود. شما هم خوش آمدید. مرحمت.
آزادانه صحبت کردن میگیریم. بعد از ثبت نوار همش را جا به جا میکنیم. خوب؟ های های چه خیلی که خواهید. جناب چوی، راستش از ترکی دانستنتون حیران موندم. در کجا آموختید؟ گوش میکنم. من اصلا دنیاییم. پدر و مادرم از مجارستان با هواپیما همین طرف ها می آمد. هواپیما در هوا بود که من تولد شدم. از این خاطر وطنی من تمام دنیاست. لیکن خودم را از همین دیارها حس میکنم. زبانهای این منطقه برایم بسیار خوش می آید. از جوانی ذوق زباندانی هم زیاد شده ایستاده است. اکثرش را از خود کرده ام. ترکیه به مثل وطنم است. گفتم که قسمی زیادی وجودم مال همین دیار است. انا همین دار. شما یکی از متخصصان علمی حشرات شناسیید. خواهش حشرات شناس شدن از کجا پیدا شد؟ مرحمت توجه کنید. در دنیا زیاده از 1,300,000 نمود حشرات موجود است. میفهمید این چه معنی داره؟ یعنی از 3/2 حصه تمام دیگر نمودهای جاندار. بزم اینقدر زیاد بدنمود بودنشان باز صنعت والایی را صاحبند که حیران میمونی. بال پشه را از نزدیک دیده در هر نگاه کردن با ذره‌بین باوری به خدا زیاد می شود. آبه تیمور، سردارم اولین نتیجه های تیبی رسید. گوش میکنم. پسری وفات کردگی بلال الدمیر یعنی کاله‌ای که نوشیده است در ترکیبش ماده زهرآلود داشته است. یعنی بلال را زهر دادن. بله سردار. یعنی در این حادثه جنایت بودنش دقیق شد. بله سردار. در کجایی؟ سردارم نزدی تشخیصگرانم. فهمو. بگویید که شما این حشرات ها را چگونه جمع آوری میکنید؟ برایمان این خیلی عجیب است. جمع آوری حشرات هم یک شغل طبیعی است. یکی از شغل‌های به حساب می‌رود که بسیار نازک و حتی بسیار گران است. حشرات‌های نادر 100-200 هزار نمود است. بعضی از نسل‌های حشرات در حالت نیش‌شوی قرار دارند که آنها $1,000,000 ارزش دارند. $1,000,000 میلیون. بگویید جناب چوی، حشرات گفته‌تان مردنی است مگر؟ البته مردند و برای نپوشیدن آنها اصولهای خاصه را استفاده میبرند. در کلکس شما حشرات قیمت بها هست؟ در کافتوکاب توراسلر حشرات نوی یافتم که نسلش تمام شده ایستاده است. در عوض نجات این حشرات 10 خانه گرفته میتوانم. توراسلر و چکور و از این حشرات بایند. رانا، یک چیز دقت مرا جلب کرد. پرسیدن ممکن باشد؟ البته مرحمت. مرحمت؟ پرسید. مراق از همه چیزی مهم روز است. درباره کنه چی میگویید؟ امروزها کنه موضوع داغ روز است آخر. زنی زیبا، از جایی نازک سر کردید. مثلا؟ حشرات شناسم گفتم. قبلا گفتم که صدها هزار نمودی حشرات موجود است. لیکن نه آنقدر حشرات را دوست می دارم. تنها می توانم کمی معلومات دهم. حشرات هایی به مثل تارتنک ها نمودی است که خون می مکند. کنه که خون مکید می تواند به 10 برابر اسمش مبدل گردد. با نوک های پای هایشان می توانند خود را سخت به وجود چسبانند و حتی به پوست خالی.
بعد تمام کردن مکیدن خود را می پردایند. در فکرم از حشرات به حضور می شوید. بگویید که مگر دل شما به حضور نمی شود؟ من نفری هستم که به جای گربه عقرب و حشرات نگاه می کنم. فکر میکنم که در میانمان نفری هست که نمی‌ترسد. شما گفتید که تارتنک های میده زهرداری هست. اگر مرا به چخوری پر از این تارتنک های زهردار پرداید هم پروایی ندارم. چه خوب، چه خیلی که گفتم آیدی کنه ها همین قدر میدانم. گفته هایم را از اینترنت و یا از انسیکلوپدی هم یافته میتوانید. بیایید سردارم. رفیقان بلال در همین خانه میستند؟ بله سردارم. رفیق نزدیکی او نازیح. بیا رفتیم صحبت کنیم. جناب چوی، برای قبول و معلوماتتان سپاسگزاریم. هیچ گپ نی. خوش آمدید. می توانید مرا چوی گویید؟ خوش بمانید. الو، حالا به خانم پلیس آمد. چخیر پلیس؟ از کجا میدونی که پلیس است؟ میدانم آخر. از تشریفشان خوشم نآمد. تو میفهمی کاری غیر چشم داشت نمیخواهم. مایلش فکر نکن، من خودم حال میکنم. با بیلال چون همیشه با ماشین مکتب خونه می اومدیم، دائما یک جایم می اومدیم. بعد یک مرد اومده با ماشینش گفت که رفیق پدرت هستم. سپاری داد که من تو را به خونه برم. بعد بیلال شیشتر رفت. همان مرد رو تو خود دیدی؟ از ماشین نفر اومد، رویش رو ندیدم. حتی گفت که پلیس آمد. شد فرما. با بیلال اگان چی شد؟ امروز خانه نآمده است. اهل بیتش خواطر شدم. ناصر با اون ماشین ناشناس اصلا سوار مشو. فهمیدی بچه جون؟ مادرم هر سحر به من میگوید. چی میفرمایید؟ نمیدانم تیمور، نمیدانم. اگر همین کودک را در حقیقت پلیس کشته باشد، بعدی به عدالت سپاریدن از وظیفه دست میکشم. باوری دارید که ما او را دستگیر میکنیم؟ وعده دادم تیمور، وعده دادم. رفتیم با حنیفی صحبت آراییم. با پدری بیلال؟ که نفهمیم نفری از همکارانش از اون نفرت میکند. این خیل نیست. نه که این خیل نیست. میدونم حنیفی، لیکن وضعیت همین است. مرد خود را چون پلیس و رفیق تو معرفی کرده است. ممکن اینها نادرست باشند، لیکن در دستمون چی که باشد همون را ما باید استفاده بریم. دیروز با رفیقم جنجال کردم. چند مدت شد که بینمان مخالفت بود. نهایت جنگ هم کردم.
лекин ӯ аслан ин коро намекунад. ман чандин сол аст ки ӯро мешиносам. номаш чӣ? сардор ин кор ба мо намезебад. ҳанифӣ, инҷо бозӣ надорем. қотили фарзандатро мекобем. барои вақт гузаронӣ наомадаем. сардор, шокир ҳеҷ гоҳ ин коро намекунад. шокир насабаш? номаш чӣ? алкоч. дар як шӯъбаед? шояд шумо ҳам ӯро шиносед. бо иҷозат. агар ба ёда чизе ояд ё ки донистӣ, илтимос мекунам ки ҳатман хабар диҳ. ҳатман. майлаш? иншоллоҳ. иншоллоҳ ки беномусро ҳатман меёбем. ман ба ситод меравам барои дидани шокир алқоч. ту қисмати ҷиноятишро бубин. ҷавобҳои зиддаст, оби даҳан, хун, ҳар он чӣ ки ҳаст аз ту мехоҳам. итоат сардор. алло, эсма, салом. комиссар ҳусема ҳастам. эсма ҷон, калимаи англисии тик чӣ маъни дорад? тик ягон маънои дигаре дорад? фаҳмидам. ташаккур. барои нороҳат карданам бахшиш. ягон рӯз во мехӯрем. худоҳофиз. ба хайр аст охир? ана ҷои амаки наим ана ҳамин ҷост. бифармо. касе нест ку? меояд. ҳозир ба тоҷирон чой бурдааст. инҷо қаҳвахона нест, чойхона аст. чой менӯшӣ? ба хайр аст саркомиссар? аллоҳ ки касе даст намезанад. аммо ман иҷозат дорам. лекин ҳаргиз амакӣ нагӯй, фаҳмидӣ? амак гӯй. чаро? лекин напарс. майлаш. марҳамат. дар сари ту кимчихел фикрҳое ҳаст. аз куҷо донистед? дар бораат боз дигар чизҳо ҳам медонам. масалан? ҳоли ҳозир дигар фикре макун. ҳозир дар хусуси чӣ андеша дорӣ? ба хонаи чаве демерзел рафтем. ҳашаротшинос. хайр? ӯ худ гуфт ки оиди канаҳо маълумоти муфассал надорад. ба ёд овардӣ? аҳа. лекин дар асл дар ҷивони китобмониаш ҳама китобҳои хориҷӣ оиди канаҳо буданд. чор қатор? аз куҷо медонӣ? муқоваи китобҳоро хондам. ҳамаш? бале ҳамааш дар як қатор. баъзеашон бо калимаи тик сар мешуданд. аз як рафиқам пурсидам, ҷавоб дод ки маъноаш кана мебошад. оҳо, аҷиб ку. давомашро гӯш кунед. як дақиқа. вақте ки наҷиб сардор ин корро супориш доданд, аз интернет дидан кардам. иксо дидае. медонед ин чист? ба фикрам бозингари нави реал мадрид. ҳа, кана ба забони лотинӣ. ин ном дар тамоми китобҳои ҷевони ҷаноби демерзел сабт шуда буданд. яъне он мард ба мо гуфт ки маълумоти кофӣ оиди кана надорад, вале дурӯғ гуфт. лекин чаро? офарин. маро ҳайрон кардӣ. яке аз орзуҳоям ба мисли шумо детектив шудан аст. ту маро гузаштӣ. лекин ба ту пешниҳоди дигаре дорам. яъне як даста шавем намешавад. дар филмҳо детективҳо ду нафаранд. ҳодисаро якҷоя мекобанд. охир мо дар филм нестем ку рафиқ саркомиссар. хайр, он тарафаш ҳамин асту, лекин
فراموش کردم. برای خاطر رسانی تشکر. شوخی کردم. خفه نشوید. بله کمیسر، شوکر الکوش در کجا؟ مالش روز بخیر. سلام علیکم. سلام علیک نعیم امک جان. چرا خبر ندادی که مهمون میاری؟ امک جان از نزد دکان میگذشتیم، گفتم یک خبر گیرم. خوش آمدی خواهر. خوش باشید امکی. یعنی امک. شنید این خواهر هم پلیس؟ بله امک، در یک جا کار میکنیم، یک جاییم. چه خوش. یکی چای دیگری شکر. لبای؟ چه لبای؟ چای شکر گفتید امک جان؟ از یاد برار امشب یک حشرات گزید. توبه خدایا، از خوابم پریده فریاد کردم، دیدم در بالای جلگه. با کفشتان زیر نکردید؟ کفش را تو بر اینها. شد آخه چی شد امک؟ انا همین به ادب را دیدم. آخر برای چی نکشتید امک جان؟ چرا کشم؟ و به این هموری و یه هفته یا 10 روز حیف نیست؟ حیف است. حق زنده کردن ندارد. پس چرا در این زهر گرفتید؟ با کوچه هوا میدادید؟ آخر به سرم یک فکر آمد. فکر کرده جوابش رو میابم. این حشرات رو میدانم. 30 سال در قشلاق زیستم، در ارزروم، قشلاقی سغرلی. لیکن حشراتی اونجا نمیگزید. اینها میگزند. دادر این حشرات به اینجا آورده شده است. آورده. آنها چرا این کار رو میکنن نمیدانم. گویا که از ما نیست، از هوا، از آسمان پرآمده است. میان مردم جا گرفت. این نه از آن حشرات است که در کودکی بازی میکردیم. از هوا افتیدن گفتید می امکی؟ یعنی امک. با تو اجازت میتوانی امکی گویی؟ از هوا افتید گفتید. چه از هوا؟ همین خیلی گفتید کو؟ با من خیلی عجیب نمود. من یک مرد غریبم. به گپم دقت میدید ها؟ اما که نایم بسیار شیرین سخن. او چیزی در خود دارد. چیکار گویم؟ بسیار طبیعی. بله بسیار طبیعی. خیلی عجیب. خیلی عجیب است. به مثل آب مصفا درونش میتابد. دستت را دراز کنی، چون این حسیات پیدا می شود که گویا سنگ در تگ آب بوده را میرسی. لیکن چنین نخواهد شد. او را صمیمی و طبیعی بودنش مصفا کرده است. احتمالاً بله. امروز تا از امکی نعیم یک سوال کرده. به سرم یک چیز آمد. یکی را باید پرسم. کی را؟
وای به اینجا برای چی اومده باشد؟ نخواد. بخیر است رفیق سرکمیسر. برای نوشتن مکتوب ورق میگیرم. ورق مکتوب؟ از همینجا؟ سردار دیروز در وقت جنجالمان قرم آمده تلفن را شکستم. در آمدنم نوش را خریدم. برای آن آمدم که از تو عذر پرسم. لیکن این کارو ببین. خدا رحمتش کند. رفیق سرکمیسر، مکتوبی گفتگیتون همین است؟ گلها رازهای زیاده دارند. گل سوسن به شما معناهای خاصی را می‌دهد. بله، گل سوسن در جایهای بی آب می‌روید. گوش کن، من حاضر باید برای زیارت قبری روم. تو اینجا انتظار شو. مایلش رفیق سرکمیسر. فکر کردم که گلها را برای من گرفته ای. آیا رایزه می شده باشد که تو رو سرکمیسر نیو؟ یکی گفته فریاد کنم. به خود بیا دختر، چی ها گفته ایستاده ای؟ حلیمه! چی شد حلیمه؟ گپ زن، چی شد؟ رفیق سرکمیسر نفری ما رو تعقیب دارد. تعقیب دارند؟ بله، حتی از دکانی امکی نعیم بر آمدن این جانب. از کجا میدانی؟ میدانم آخر رفیق سرکمیسر، حس کردم. از چرا با من نگفتی؟ ترسیدم. از چی؟ از شما. از من؟ بله، من رو جنگ میکنید گفته ترسیدم. من؟ بله، شاید اهمیت ندهید لیکن شما رفیق سرکمیسر دوی من رو جنگ میکنید. حتی از نجیب سردار چونی سرزنش نمیشنوم من هیچگاه. مرا ببخش، اعتبار ندادم. هیچ گپ نی رفیق سرکمیسر. لیکن از این پس اگر تعقیب رو حس کردی زود مرا خبر ده مایلش، وگرنه دیگر سرزنشت نمیکنم. ای تو رفیق سرکمیسر، آخرون سرزنشتون رو باز شنیدم. گفتم که از این دستکش چرا در آن ماشینی دزدیت نیو اینجا خواب میروی ها؟ فراموش کردی که مقصدی مقدس داری ها؟ فراموش کردی؟ تا کاری در روی خود بوده ها را تمام نکنی وظیفت هم تمام نمی شود. سرم سخت درد دارد. سرم سخت درد دارد. نشنوم. برای ادای وظیفت وقتی کم مانده است کارو تأخیر مکن. والله که انسان هیچ از فرزندش سیر نمی شود. بخشش خیر تو درو.
شما چی رفیق سرکمیسر؟ من در همینجا کمی کار دارم. رفیق سرکمیسر التماس دیگر جا نرفته به خونه‌تان روید. خواطر نشوید. با مدد خدا کودک رو پرستاری میکنم. من تنها فکری فرزندم را نمی کنم. خیر. شب خیر. شب خیر. خدا یارد. خدا نگهبانتان. اکا آنها را تعقیب کردم لیکن فکر میکنم که آنها چیزی را نمیدانند. باوری داری؟ باوری دارم. هر جا میگردند لیکن پلیس نیستند. شد نیست شو. حالا جبی حیران نشو. سنجیدم کار طبق نقشه رفته ایستاده است تا دیدن. گیر. والله اکا حیران شدم. در این قطعه ها چیست؟ حشرات است. حشرات؟ عجایب کو. کاری کرده‌ات خطرناک است. برای با تو خوردن دیگر چاره‌ای نیست. جورا جان میدونی که بیرون بوده ها اسم مرا در کتاب سیاه میدانند و باید آنها مرا از آن خود دانند. میدانم. احوالت چه خیل؟ به من اهمیت نده. خودت چه خیل؟ به همان کارها مشغولم. دیگر چی؟ تو با چی کارها مشغولی؟ چطور؟ با فکرم در روزهای نزدیک تو با آدمانی نحس روبرو میشوی که حتی من آنها را ندیدم. چی شد که؟ شخصی پرسیدد چاوید مرزه یک شخص سیاهکار و حتی سیاه دل است. و جاسوس است یا چیز دیگر؟ ممکن قسما جاسوسی هم کند. دیوانه نکن آدم را. گفتنی باشی بگو. این احمق چاوید مرزه رو سنجیدم. او خود یک بیوتروریست بوده است. بیوتروریست؟ بله. همه گونه سلاح‌های بیولوژی را میتوانی در بیوتروریسم شامل کنی. سلاح‌های بیولوژی برای پنهان کردن ویروس و یا نیست کردن زراعت کشور استفاده میشوند. یعنی داروهای زهردار، هرچی به عقلت رسد. پس و آدمی خیلی خطرناک است. فراموش مکن. بعضی تروریستان بر زیاد آغشته این عملی زشت شدند. با ما هم چونی نکردند مگر این مرد هم مثل آنهاست. پس این مرد بیوتروریست گویی؟ نه. مغز شبکه ترورگویی می شود. چرا او را کمی مهمانداری نکنیم؟ امروز در منطقه او بودیم. زمینی وسیعی را صاحب است. من هم همین را می خواهم. چرا مهمانداریش نمی کنی؟ چون که آنها با نقاب می گردند. متخصص و معلم بودن او نقاب است. کاری اصلیشون نمی نماید. از عقیبه پرده‌اند. برای دستگیر کردن او دلیل لازم است. جورا جان، من باید روم. باز یک چیزی دیگر. گوش کن. کنه هم با بیوتروریسم داخل می شود. جورا جان، مرا مسخره داری چی؟ البته که
این کارها خود به خود نمیشوند. نمیفهمی در میان آنها نفری خبر میدهد، نفری به کوه میرود. اگر درست نگاه کنی هر دو طرف یکند. حالا هم مقصد رو نفهمیدی. پرنده های موسمی رو میدونی، یک چیز گذاشته میروند. آنها رو مثل مرکب استفاده میبرند، بار میکشانند. یک سال زکام مرغ، یک سال کنه. عیب آنهاست. کنه های دو پا را از راه بیرون باید کرد. پس این مرد به منفعت دیگر کشور کار میکنند. برای پیشگیری این گونه بیماری ها تنها دولت است که با شرکت های بین المللی و گروه های ضد تروریستی به مثل گروه های وصل، گروه های منفعت دار و گپی بسیار. جورا جان، من رفتم. آشنا، خیز، آفتاب برآمد. کار داریم. خیز، آخر از بالا بوده ها نمیترسی؟ روی خط را برار. وقت کمی دیگر ماند. در ماشین خود میرفتی وقت رو بای نمیدادیم. زینب، بیا بیا بیا. کرگس ها مرده دیروزه را برداشتند. برار روی خود را. باز که ماند؟ نجیب الماس. پس از پشت کار میشویم. مکان و طرز کشتار با دیروزه مانند. و فکر شما قاتل یک است؟ شخصیتش معلوم شده است؟ هنوز نیست سردار. تو را محافظت کرده نتوانستیم. ببخش ما را. معلوماتی به دست آوردی، زود به من خبر ده. اطاعت سردار. حالا هم یکون پیشروی نیست؟
خدایا اون چیزی رو که فکر و خیال میکنم ناامیدم مکن. سلام بچه ها. شاکر القاش در همینجا کار میکند؟ همینجاست؟ متاسفانه سردار مرکزی تیب رفت. مرکزی تیب؟ بله سردار، جسد دخترش رو یافتند. چی؟ تشخیص چنین گفته است. الله رحمت کند دادر. سردار تنها 8 سال داشت. از کودکی من کی چی میخواهد؟ دیروز بیلال فرزندی حنیفی، امروز دختری من. این چی گپ؟ این چی کار است سردار؟ چی خیل کار است؟ پلیس نمیشدیم بهتر. برای پلیس بودنمان این کار به سرمان آمد. شاکر خوب فکر کن. نفری هست که با تو و حنیفی دشمنی داشته باشد. سردار پلیس دوستی بسیار ندارد، اما دشمنی بسیار دارد. شما این را از من بهتر میدونید. شما از که این جانب یک جا کار میکنید؟ من نمیدونم سردار. الله رحمت کند دادرم شاکر. شاکر تو مرا ببخش. جواب نده. اصلا این کار ما خود همین گونه که همه وقت از یکدیگر شبهه داریم. حالا تیمور. بله فهمیدم. یک پرونده آماده کنید که شاکر القاچ با حنیفی الدمیر یک جا پرونده های جنایی شده باشند. دستگیر شدگان و همه حجت ها. فهمیدی؟ سلام جناب چوید مرزل. من کمیسر یگید گندوزلب. رفیقم حلیمه روح و نور. خوش آمدید. دیروز با رعنا خانم آمده بودید. پلیس بودنتان رو نگفته بودید. زیرا شما نپرسیده بودید. شما هم بیو تروریست بودنتان رو نگفتید. شما هم نپرسیدید. درست. من عالمی هستم که بر مقابل بیاتریستانی که دنیا را نیست کردن جنگ اعلان کردم. البته این کار را در همه جا نمیگویم. جناب دمرزل، برای مصلحت یک دو چیز پرسیدنیم. چرا که میدانید یک ویروسی هست که بسیار آتش سوزان در وجود پیدا میکناند. از یک نمود کنه میگذرد. به فکر شما این به سلاح بیوتروریستی میدراید؟ البته میدراید. در بیوترور سلاح نیست. میکروب، ویروس، ملخ، حشرات میدراید. بیولوژیا و ژنتیکا در پیش است. پمیدار خورده‌تان به تو هجوم کرده میتواند. همه اینها برای ضدیت را نشان دادن است.
با اجازت شما کمی کار دارم. نمیدونم که چرا همه این سوالها را به من دادید. فکر میکنم که مرا میفهمونید. فکر کردیم که اوید کنا به ما معلومات میدهید. چرا موضوع کنا شما را به خود جلب میکند؟ چرا شما رو جلب نمی کند؟ چرا جلب کند؟ پس شما به ما کمک کنید، ما به شما. سببش در جور قطور جوانی کتاب ها و جو کردن کتاب های اوید کنا است. در حقیقت اجازت شما را میخواهم. چه خیلی که دیدید مهمان آمد. البته تا دیدار نوبتی. خیر جناب دمرزل. فکر نمی کنم. همه وقت برای نوشیدن قهوه انتظار می شوم. های های. اینها کیستند؟ با گفتی تو پشه هایی که ضرر نمی رسانند. مسئله هواپیمای دار و پوشک رو حل کردم. پگاه استانبول رو با کنا ضیافت میکنیم. خیلی تلفاتی جانی می شود. برای این کار باقی مانده مبلغ را کی میگیریم؟ این تنها کاری پول نیست ارتونج. کمی اندیشه کن. مثل تاجرانی خورد فکر نکن. همه ما از این پازر داریم آخیر. داریم؟ باز در پای خود تیر خالی نکنیم. کنه ها ما را هم میگزند، در چمنزار میزیند. آنها را تنها این من میکند. نباشد قوطی ها را بر میکنن. و پیش. بیا نظارت میکنیم. نرو. مرحبا سردار. میتوانی روی ارهن و تو رخصت. با اجازه شما. آقای حنیفی الدمیر که با شاکر القاچ یک جا کار کرده است. اما اینجا صدها پرونده است. صدها پرونده. سردارم پرونده به دستتون رسید. پرونده رو گرفتم تیمور. با یگان نتیجه رسیدید؟ سردارم برای رسیدن به نتیجه در بین دو کمیسر خیلی دشوار است، زیرا دعواها زیاد است. اما از یگان جای سر کردن لازم. اگر خواهید شخصها و عاقبت‌های در پرونده بوده رو میبینیم. میشود. و شما برای کار. وقتی شام اگر کاری نداشته باشی به زیارت دوستان می رویم. البته رفیق سرکمیسر. خوش تیمور. سردارم پرونده رو سنجیدم. نتیجه؟ این دو دوستی کمیسرمون یک جای قریب که همه دستگیر شدگانشان رو به حبس گرفتند. از اینها 52 نفرشان آزاد شدند. یعنی 52 نفر در بیرون در هر جاند. بله سردار. و فکر تو یکی از نفرانی که ما میجویم همین است؟ احتمال همین است، زیرا دیگر پیوندی نمییابم. خوب. باید این شخصیت معلومات علاوه میخواهم. اطاعت سردار. یک دقیقه. اول با حنیفی و شاکر و میخوریم. ممکن آنها هم درباره این معلومات داشته باشند. اطاعت سردار.
میدونم دردتان تازه است، اما این موضوع صحبت کردن به منفیت هممون می باشد. میخوام اون پلید رویو بی. رفیقمون کمیسر تیمور واقعه های اثر گذارنده اتان رو روی خط کرده است. ما روی خط رو تحلیل کردیم. تیمور. بله، در این روی خط از روی پرونده های کشاده شما 52 نفر حکم گرفتند و الحال در آزادی اند. روی خط رو یک بینید. چیزی برای شما روشن است. از این روی خط نفری را در اطرافتان مشاهده کرده اید؟ اوه، خوش اومدی. بخیر است نجیب؟ مرحمت اکا چوی تایور نودم کردم. تشکر کیروز، نمی نوشم. بگیر چای بنوش نجیب. نجیب، پگاه یک صحرا رویم میگویم. تو چی میگویی؟ خب به فکرم پگاه کار داری. ما میرویم. با فکرم محافظ نیست رفیق سرکمیسر. معلوم می شود که به خودشان باوری دارند. حلیمه، تو در رو هم نظارت کن. خدایا توبه. چی شد رفیق سرکمیسر؟ حلیمه، درون این میلیون ها کنه است. اکنون چی کار میکنیم؟ فکری عجیبی به سرم آمد. اول همه اینها رو ثبت کرده گزارش آماده میکنیم. آخر ما اجازت پروکراتور رو داریم کن. بعد همراه گروه همون میاییم. برای چی؟ برای دستگیر کردن؟ نه، در اثنای جنایت بازی خواهیم کرد. کامیرا رو به من ده. همه قوطی ها را بر کردی؟ بله، همش را بر کردیم. یگان خطاگی نشود. پرسیدن عیب نیست. در قوطی ها چی هست؟ پرسیدن عیب است. سوار شو، می رویم. هفت قوطی بود. بله، 7 قوطی. فهمو. چی کار کردن رو میدونی ها؟ البته در جایهای سردرخت و باغ‌ها همش رو خالی میکنم. نقشه ایلاوگی هم تیار است؟ بله، اگر حجت طلب کنند اجازت نامه داروپاشی دارم.
сохтаасту лекин фарқе намекунӣ. хуб, ҷаби ба ту боварии сахт дорад. گیر نباشد. کلا نوشیدن میخواهی؟ نه امکی، مادرم جنگ میکنه. چیکار کردن رو میدونی؟ های تنبله. کنی خز میرویم کنی ها اوه تنبله میرویم پرواز کنان میرویم رفتیم. تشکر دخترم. هر دویشون حیف شده. یگیت هم حلیمه هم به اویله. هر دویشون جوان به یک دیگر زیبنده. تو بینشون درو. اپا چی ها میگوید از برای خدا؟ هر دویشان هم آدمانی با عقلند. البته به یک قرار می آیند. این چی است؟ از عثمان شیرینی می پرتویند. این خیلی هم می شده است؟ اطراف را افلاس می کنند. برای چی می پرتویند؟ از کجا دانم؟ یگان جشن است مگر؟ тамошобинони муҳтарам, каме пештар хабар расид ки бо сабабҳои номаълум ба боғҳои Истанбул ҳавопаймои шириниҳо паҳн карда истодааст. ба маркази телевизион тамошобинон дар بی‌هنرها. رفیق سرکرد در حقیقت عوض کردن قوطی ها با قوطی های پر از شیرینی فکر اولی جنابی بود. از کجا به سرتون آمد؟ والله ندانم. یک باره به سرم آمد. بی‌هنرها. اوچه آپره نیست. چی ها میگوی؟ چی نیست؟ آخر نیست. مثلا تو پش رفته و ناومد. پسری تو پش رفت؟ با من مسخره بازی میکنی؟ نه با خدا نه. خواتی شدم از پشتش رفتم. در آنجا زنی گفت که بچه که شما میکوبید مرد او رو برداشته بود. اپا دخترم در کجا؟ زودتر. به کجا روانید محترم پروفسور؟ برایید.
من بگناهم. در اساس کدام قانون دستگیر این می‌کنید؟ راست هر قانون اجازت میدهد جناب چویر دمرزل. این را گرفته برید. کنایه از همه کلان رو دستگیر کردیم رفیق سرکمیسر. رفتیم. آقای هنر نجیب چی شد زنم؟ چرا گیره میکنی؟ آفر گم شد چه؟ دزدیدن. کی دزدید؟ چکل دزدیدن زنم؟ چکل دزدیدن؟ تو پکود هستی؟ کی دزدید؟ چکل دزدید؟ یک نفر دیده است. مرد الپرین رو برداشته برده است. چکل آدم بوده است؟ نمیدونم نجیب. بچم رو یا خدا نوبتی من است. الله با من میکنده. التجا میکنم. قاتل از من این 52 نفر است. پس در این کار من هم سهم گذارم. نفری را هر سهمون دستگیر کرده ایم. طوفان کلاکسیس. و کودک سرطان خون داشته دست شفقت امنیت. تیمور، طوفان کلاکسیس فهمیدی؟ تو را کاپ. من مکان حادثه پیشتر میروم. دستت را روان کن. کجا میروید؟ کمی در کن. نوبت الپرین شده است. با حنیفی و شاکر من هم کار کردم. زود دست را خبر ده. طوفان کلاکسیس فهمیدی؟ فهمیدم. بله، همین طور وظیفه همان اجرا شد. بله تیمور گوش میکنم. سردارم، طوفان کلاکسیس یک مردی محبوس بوده است. تو بیشتر شهر ده؟ سردارم یعنی دیوانه است. او را حتما نفری فرمان میدهد و نظارت میکند. وقتی در حبسخانه بودنش خبری مرگ فرزندش را میشنود و دیوانه میشود و بیمارخانه کسلیهای روحی خواباندند و بعد مدتی از آنجا گریخته است. در حبسخانه دائما میگفته است که برای مرا از فرزندم جدا کردن از پلیس ها قصاص میگیرم. شد من در راهم رفته ایستادم. دعا کن تا که دیر نکنم. خوش طوفان بیچاره، طوفانی که پلیس ها را از پسر بیماری سرطانی خون داشته، طوفانی که از برای دزدی یک طبق شیرینی به حبس گرفته شد. من تنها شیرینی ندزدیدم، صاحب دکان را هم به قتل رساندم. چه فرق دارد؟ تو برای خوردن شیرینی در آمده، او باشد با کارت حمله کرد. گرسنه نبودی. مقصد تنها یک دو لقمه شیرینی خوردن بود. شیرینی را برای خود نگرفتم، برای تو. من تو هستم. طوفان نیست. من ایستادم اما او در اینجا کسی نیست. وقتی که تو حل شدی با پسرت با سلیم امنیت همکاری میکرد. من هم بودم. من نگاه کن در این روزنامه چاپ شده است. پسرت سلیم همیشه احترام میکرد که پدرش انسانی خوب است. لیکن شیرینی خواست اما من آورده نتوانستم. من این گپا را با او باور مکن. او یک پلیسی احمق است. آواز نبرار، خاموش. مثل کنه در سرم جا گرفتی. گوش. طوفان اینجا کسی نیست. آرام باش، گوش کن مرا. نه.
Alperen.